با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بسیار عزیز به نهایت ارجمند. امروز می‌خواهیم راجع به موضوعی چرا باید شاد باشیم با شما صحبت کنیم. و واقعا خوشبختی یا شادی آن احساسی پاک و ناب است که همه ما آرزوی تجربه کردن آن را داره. اما در عین زمان ممکن است عصبانی یا رو افتاده هم باشیم. درست است؟ خب علم شادی ما میگوید که خوشبخت بودن در اصل یک انتخاب است. ما خود انتخاب میکنیم که این لحظه را چگونه گذرانیم. در این نوار میخواهیم 7 دلیل را بررسی کنیم که نشان میدهند چرا باید شاد باشیم. نخست در زندگی ما و شما آدمانی هستند که ما را دوست میدارند و به ما وابستند. مهمترین آدمان زندگی ما کیهایند؟ احتمال شما برای آنها آماده‌اید هر کاری را انجام دهید. درست؟ اگر برای شاد بودن دلیل میجویید، از همین جا آغاز کنید. مهم نیست که زندگی بعضا تا چه اندازه سخت می شود. مهم این است که در هر شرایط کسی هست که شما را به شرط و قید دوست می دارد. آیا فکر می کنید که نزدیکان شما می خواهند شما را غمگین و بدبخت بینند؟ البته که نه. شادی شما می تواند سببی شادی آنها باشد که شما را دوست می دارند و شما آنها را دوست می دارید. پس شادی را از آنها و از خودتان دریغ ندارید. باور کنید همین شادی مناسبت های شما را خیلی شیرین تر و لذت بخشتر می کند. دوم، زندگی می تواند در یک لحظه به طوری حیرت انگیز تغییر یابد. خصوصیت زندگی همین است که کاملا پیشگویی نشونده می باشد. شاید هر یکی از ما فردا از خواب بیدار شویم و کارمان را از دست دهیم. شخصی دوست داشتهمان را از دست دهیم یا فهمیم که به بیماری خطرناک گرفتار شدیم. نکته مهم این است که شما هیچگاه از فرداهای خود خبر ندارید. این به ما نشان می دهد که برای شاد بودن نباید منتظری فردا بمانیم. قرار کنید که امروز شاد باشید و از هر لحظه‌ای که دارید لذت ببرید. سوم عزیزان، آدمان شاد ثمره‌ناک‌تر هستند. به نظر شما عادتاً کی بیشتر موفق می شود؟ کسی که خوشبین، شاد و با انگیزه است یا کسی که تمام نیروی خود را برای شکایت از وضع صرف می کند؟ آدمان شاد در مجموع سازنده‌تر و فعال‌ترند. آنها بهتر عمل می کنند و بیشتر از آدمان ناراضی به هدفهای خود میرسند. چهارم، جهان به آدمان شاد بیشتر نیاز دارد. هر روزی که از خواب بیدار میشویم از کشور خود یا از گوشه های دیگری جهان خبرهای تلخ میشنویم. متاسفانه ما در جهان زندگی میکنیم که در آن جنگ، گرسنگی، فقر و خرابی وجود دارد. اما حقیقت این است که نیکی همیشه بر بدی پیروز میشود. عملی یک انسان شاد میتواند تأثیری پی در پی ایجاد کند و واقعا جهان را دیگر سازد. خودتان همون تغییر باشد که میخواهید در جهان به وجود آید. شادی را انتخاب کنید. این بیت حکیم عمر خیام خیلی زیباست در این مورد که میگوید پایانی همه کار جهان نیستی است، پیندار که نیستی چو هستی خوش باش. و پنجم عزیزان، شما زنده هستید. مهم نیست که چقدر بیمار هستید. یک چیز است که میتوانید برای آن سپاسگزار باشید. شما هنوز زنده اید و برای زندگی کردن فرصت دارید. آدمانی که دوستشان می‌داریم بعضا غیر انتظار ما را ترک میکنند. فکر کنید اگر میدانستید که این آخرین روزی زندگی شما در روی زمین است، چی کار میکردید؟ آیا آن را به فکر کردن درباره چیزهایی صرف میکردید که ندارید؟ احتمال نه. شما کوشش میکنید با کسانی که بیشتر دوستشان می‌دارید وقت گذرانید. ششم، آدمان شاد مناسبت‌های بهتر دارند. در اکثر نظرسنجی‌ها آدمان عائله‌دار نسبت به آدمان مجرد خوشبخت‌تر ارزیابی شده‌اند. این معنای آن را ندارد که برای رسیدن به خوشبختی حتما باید ازدواج کنید. معنایش این است که وقت شاد بودن را انتخاب می‌کنید، احتمالی بیشتر دارید که در کار با دوستان، اعضای عائله و دیگر نزدیکان مناسبت‌های بهتر داشته باشید. و هفتم، آدمان شاد سالم‌ترند. اگر برای شاد بودن در همین لحظه باز یک دلیل لازم باشد، این دلیل خوب است. آدمان شاد نسبت به آدمان ناراضی بیشتر به خود توجه می‌کنند، بیشتر ورزش می‌کنند، بهتر غذا می‌خورند و طرز زندگی سالم‌تر دارند. خلاصه این 7 بخشی که ما برای شما پیشنهاد کردیم این است که منتظری فردا نشوید. همین حالا شادی را انتخاب کنید.